در تاریخ 33 بعد از میلاد مطابق با سال 6 عبرانی در کنار تپه‌ای در خارج شهر اورشلیم در این مقبره مهرموم شده جسد مردی قرار دارد که به شدت مضروب، بارها شکنجه و بالاخره با نقشه قبلی مصلوب و کشته شد. نام او عیسی است. در جستجوی عیسی تاریخی با شرکت جان روبینشتین. کارگردان هنینگ شلروپ. آیا واقعا عیسی ناصری حدود 2000 سال پیش از بین مردگان قیام کرد؟ مطمئناً این یکی از بحث‌انگیزترین مسائل تاریخ بشر است. در طی قرن‌ها مسیحیت گسترش یافته و از ایمان چند شاگرد مسیح تبدیل به یکی از مهمترین ادیان گردیده. امروزه 1/4 مردم دنیا یعنی بیش از 1 میلیارد نفر معتقدند که عیسی مسیح پسر خداست. با این وجود هنوز کسانی هستند که میگویند او هرگز وجود نداشت و این یک اسطوره است و اینکه او یک معلم یا پیغمبر بود، ولی نه پسر خدا. چنین مباحثی برای قرنها مطرح شده. اما امروزه سوال جدیدی ذهن میلیون‌ها نفر از مردم عادی و حتی علما و دانشمندان را به خود مشغول کرده. زیرا در آگوست سال 87 یکی از اسرارآمیزترین میراث دنیای مسیحیت کشف گردید در تورین ایتالیا. این یافته به کفن مقدس موسوم است و تمام شواهد به طرز عجیبی تاکید می‌کنند که حقیقتاً مسیح را پس از مرگ در این کفن پیچیدند. از جمله در عکسی که از کفن گرفته شده آثار خونی که به طرز عجیب و اسرارآمیزی تبدیل به تصویر واضحی از یک انسان شده دیده می‌شود و بسیاری معتقدند که این تصویر صورت عیسی مسیح است. موضوع کفن از چه قرار است؟ آیا می تواند صحنه جستجوی طولانی انسان در این زمینه را روشن کند یا حقه‌ای بیش نیست؟ آیا عیسی حقیقتاً وجود داشت؟ آیا او همان نجات دهنده یا مسیحی بود که یهودیان در انتظارش بودند؟ آیا او واقعاً معجزاتی به ظهور رساند؟ آیا شهادت کتاب مقدس در مورد شخصیت بی‌نظیر او حقیقت دارد؟ امروز هم میتوان سندیت این حقایق را سنجید؟ آیا این کفن معتبر است؟ و آیا واقعاً قیام عیسی از مردگان قابل اثبات است؟ در جستجوی جواب این سوالها ما با عده زیادی از علما و دانشمندان مصاحبه کردیم و پس از سالها تحقیق و گردآوری مدارک نتیجه آن بدون کم و کاست در این فیلم ارائه می شود. اغلب اطلاعات ما از عیسی بر اساس این کتاب است، یعنی انجیل. پس جستجوی ما در پی عیسی که در تاریخ وجود داشت باید از اینجا شروع شود. اما این کتاب واقعاً چقدر معتبر است؟ آیا دارای اصالت تاریخی می باشد یا تنها مجموعی از افسانه هاست؟ آیا هیچ شواهد مدرن علمی برای تایید نوشته ها که به 4000 سال قبل باز می گردد وجود دارد؟ برای یافتن حقیقت ما می باید خود کتاب مقدس را و از ابتدای آن یعنی کتاب آفرینش و داستان نوح مورد مطالعه قرار دهیم.
در کتاب مقدس نوشته شده که خداوند از شرارت دنیایی که آفریده بود محزون شد. تنها نوح و خانواده‌اش و یک جفت از تمام حیوانات میباید نجات می‌یافتند. و پس از 357 روز کشتی بر قله کوه آرارات آرام گرفت و از نسل نوح مجددا انسانها زمین را پر ساختند. داستان نوح بر اساس کتاب مقدس. اما آیا این داستان حقیقی است؟ آیا شواهد علمی برای این طوفان جهانی که کتاب مقدس از آن سخن میگوید وجود دارد؟ در سال 1929 در هنگام کاوش در بقایای شهری که زادگاه ابراهیم بود یعنی اور، باستانشناسی به اسم ولی در زیر لایه‌های تمدن‌های باشکوه کهن لایه گلی به قطر 5 متر کشف کرد که عاری از هر گونه آثار و بقایای مربوط به انسان بود و در زیر آن لایه مجدداً آثار تمدن‌های قدیمی ادامه می‌یافت. بسیاری از دانشمندان معتقدند که این کشف ثابت می‌کند که زمانی یک طوفان جهانی وجود داشته. بنابراین اعتبار داستان نوح بر اساس کتاب مقدس از نظر تاریخی تایید می‌شود. کتاب مقدس میگوید خداوند به نسل نوح گفت بارور و کثیر شوید، ولی در عوض مردم تصمیم گرفتند برجی بسازند که به آسمان برسد و سمبل برابری انسانها با خدا باشد. این نااطاعتی و گناه موجب شد تا خداوند این برج را نابود کند. اخیراً باستانشناسان آنچه که گفته می شود بقایای برج بابل است را یافتند. در این عکس شما می توانید بقایای بنیاد این برج را ببینید. کتاب مقدس همینطور از داستان یوشع و دیوار اریحا صحبت می کند. خداوند به یوشع گفت که با سپاهش 6 روز به دور دیوار اریحا رژه برود. و بالاخره در روز هفتم، هنگامی که شیپورها طبق فرمان خدا نواخته شد، امروزه دانشمندان در خرابه‌های شهر اریحای باستانی آثار آن دیوارها را کشف کردند. اما در سال 1947 مدرک محکمی برای تایید اعتبار کتاب مقدس در دره عمران در نزدیکی دریای مرده کشف شد. هنگامی که یک شبان در جستجوی گوسفند خود وارد غاری شد، به جای آن یکی از مهمترین اکتشافات باستانشناسی تمامی اعصار را یافت. در داخل این کوزه‌های سفالی تومارهای چرمی قرار داشت که در کتان پیچیده شده بود. آنچه او کشف کرد به تومارهای دریای مرده مشهور است. از طریق آزمایش کربن مشخص می شود که این مدارک مربوط به سالهای 168 قبل از میلاد تا 233 میلادی می باشد. و نکته مهم آن، خب این متون با تمام کتب عهد عتیق ما مطابقت دارد و با سایر مدارک تاریخی موجود دقیقاً هماهنگی دارد. پس به این نتیجه می رسیم که عهد عتیق دارای اعتبار تاریخی می باشد. و تحقیق ما از همینجا شروع می شود. برای صدها سال انبیای عهد عتیق آمدن مسیح را پیشگویی می کردند. آنها گفتند او در بیت لحم متولد و در جلیل بزرگ خواهد شد و به خاطر معجزات شفا و سایر معجزاتش شناخته می گردد. اما به وسیله قوم خودش رد شده به مرگ محکوم می گردد. اما سوالی که باقی می ماند این است که آیا عیسی همان مسیح موعود است؟ در اینجا یعنی در بیت لحم دقیقاً همانطور که 700 سال قبل پیشگویی به عمل آمده بود عیسی متولد شد. در انجیل نوشته شده که ستاره جدیدی در آسمان آشکار گردید تا به دنیا آمدن مسیح را اعلام کند و 3 مجوس از مشرق آن ستاره را دیده و به دنبال آن تا بیت لحم آمدند. شبانان در صحرا گوسفندان خود را ترک کردند و آمدند تا نوزادی را که در قنداق پیچیده شده بود پیدا کنند. زیرا فرشته‌ای به آنها ظاهر شده گفته بود که در شهر داوود نجات دهنده‌ای به دنیا آمده که مسیح می باشد.
خبر به دنیا آمدن مسیح به گوش هیرودیس خشمگین پادشاه یهودیه نیز رسید. معنی این چیه؟ این انجام پیشگویی قدیمی یهودیان است. این بچه کجا به دنیا آمده؟ طبق پیشگویی در بتلهم. شما چه اقدامی کردید؟ سربازان ما خیلی جستجو کردند، ولی ظاهرا خود عبرانیان هم چیزی نمیدانند. باز هم یهودیا. اینا همیشه ما رو دچار مشکل میکنن. خودشون ما رو مسخره میکنن، فدایی هاشون بر علیه من توطئه میکنن و حالا شما میگید که اونها یک مسیح دارن. هیرودیس دانا، شما که این خرافات را قبول ندارید. من پادشاه یهودی هستم، هیرودیس، و هیچ یهودی نمیتونه در مقابل من بایسته. شاید بهتر باشد ستاره شناسای رومی این ستاره را تفسیر کنند. تو که نمیدونی این مسیح الان کجاست، درسته؟ نه سرور من. اگه پیشگوی یهودیا درست باشه چی؟ حتما اونا این مسیح رو پنهان کردن و بهش کمک میکنن. میتونیم بیشتر جستجو کنیم. نه، باید مطمئن بشیم. راه بهتری هست. همه را بکشید. همه نوزادان ذکور یهودی رو. اعلی حضرت، تا سن 2 سال. اما این باعث بلوا میشود. دستورات من رو اجرا کن. من پادشاهم و هیچ عبرانی نمیتونه در مقابل من بایسته. ستاره بتلهم علامتی برای تولد مسیح بود و هیرودیس صدها بچه را که همسن او بودند کشت. آیا این ستاره وجود داشت؟ آیا توضیح علمی برای این پدیده نجومی وجود دارد؟ از این رو به اینجا آمدیم تا با دکتر رابرت مکلین در رصدخانه اش صحبت کنیم. در حقیقت 3 فرضیه ستاره شناسی برای توضیح دیده شدن ستاره بتلهم وجود داره. اول، شهاب یا گوی آتشین. ستاره‌ای که ظاهر شد اونقدر درخشان بود که سایر ستارگان رو تحت تأثیر قرار داد. خب، گوی آتشین یه شهاب فوق‌العاده درخشانه که بعد از اصابت به زمین سرد میشه. به نظر شما این شهاب ممکنه به زمین برخورد کرده باشه؟ درسته. و این درخشش شدید این گمان رو تایید میکنه که ستاره بتلهم ممکنه در آسمان در حال سوختن بوده. دومی فرضیه نواختره، یعنی پدیدار شدن ستاره جدید که تاکنون دیده نشده، که منجمان چینی گزارش کردن یه نواختر در سال 4 قبل از میلاد و در برج مرگ عقاب دیده شده. و بالاخره سومین و محتمل ترین فرضیه به وسیله یوهان کپلر در سال 1603 مطرح شد. اون کشف کرد که در زمان تولد مسیح برخوردی بین مرکوری، ساترن و ژوپیتر اتفاق افتاده که موجب ظهور نور بسیار عظیم و درخشانی در آسمان شد. پس شما معتقدید که مطمئناً ستاره بتلهم وجود داشته؟ مسلماً. پس شواهد علمی برای تایید وجود ستاره بتلهم وجود دارد و داستان ما ادامه می‌یابد. عیسی از مرگ به دست سربازهای هیرودیس نجات پیدا کرد. وقتی یوسف رویایی دید که باید فرار کند، او خانواده‌اش را به مصر برد و آنها تا مرگ هیرودیس به سرزمینشان باز نگشتند. همانطور که نبوت شده بود، یوسف، عیسی و مریم در ناحیه جلیل و در شهر ناصره اقامت گزیدند. با گذشت زمان عیسی با حکمتی مافوق سنش رشد می‌کرد. در عید فسح او به همراه خانواده‌اش
طبق سنن یهودی به اورشلیم آمد و در آنجا علما از دانش و هوش او متعجب گشتند. خب توی مرد جوان ظاهرا تصمیم داری چون ما معلم شریعت شوی. بله استاد. آیا آماده تلامس هستی فرزندم تا ساعتها مشغول یادگیری، دعا و مطالعه شوی؟ تا روزی تو نیز مانند یکی از ماها بشوی؟ هرچه خواست خداست. تو سوالهای خیلی عمیقی میپرسی. بگو ببینم دوست داری چه نوع معلمی بشوی؟ چه نوع معلم استاد؟ بله، بعضی مذهب را با تکبر یاد میدهند. معلمینی وظایف انسان به خدا را تعلیم میدهند و بعضی تعلیم میدهند که باید یهوه را با ترس عبادت کرد و بعضی محبت را تعلیم میدهند. میدانم میخوام چه معلمی بشوم. بگو فرزندم. داستان آن کافر را شنیده اید که پیش یک معلم آمد و گفت میخواهم یهودی بشوم ولی عجله دارم، باید تمام احکام را در چند جمله به من یاد دهی. معلم گفت ممکن نیست. پس پیش معلم دیگری رفت و گفت میخواهم یهودی شوم ولی باید تمام احکام را در چند جمله به من یاد دهی. معلم دوم گفت با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. تمام احکام همین را میگویند و بقیه تفسیر آن است. من میخواهم مانند او باشم استاد. این بچه را دیده بودی؟ او طوری صحبت میکند انگار همکنون استاد است. پسرم چرا با ما این کار را کردی؟ من و پدرت همه جا را به دنبالت گشتیم. چرا به دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانید که من باید در امور پدرم باشم؟ در امور پدرم. یحیای تعمید دهنده نبی برجسته‌ای در یهودیه بود. موعظات او آنقدر تکان دهنده بود که به زودی بسیاری جزو پیروان او شدند. اما سخنان او هیرودیس حاکم رومی یهودیه و همینطور کاهن اعظم که به محبوبیت رو به افزایش او حسادت می‌برد را خشمگین کرد. توبه کنید و به خداوند واحد ایمان آورید. توبه کنید و ثمره توبه آورید. باید چه کنم؟ آنکه دو جامه دارد یکی را به کسی که ندارد بدهد. آنکه غذا دارد آن را با آنکه غذا ندارد تقسیم کند. یحیی، ما به خواست شورای عالی یهود و از اورشلیم آمدیم. ما از تو سوالی داریم. آیا تو مسیح هستی؟ نه. پس خود را که میدانی؟ صدایی در بیابان که فریاد میزند. این جواب سوال ما نیست. من به آب تعمید میدهم، اما کسی است که پس از من میآید که لیاقت آوردن نعلینش را ندارم. او به روح القدس تعمید میدهد و آتش. چطور جرأت میکند از مسیح صحبت کند؟ مردم هم قبولش دارند. بله، او مردم را به هیجان میآورد. هیرودیس را هم وقتی که از او انتقاد میکند به هیجان میآورد. او را توبیخ میکند و بهای آن را هم میپردازد. از گناهانتان توبه کنید. توبه کنید چون ملکوت خدا نزدیک است. یحیی، مرا هم تعمید میدهی؟ نزدیک بیا.
من باید از تو تمید بگیرم و تو به نزد من میایی. این باید انجام گیرد تا اراده خدا را به جا آوریم. ملکوت خدا نزدیک است. تو پسر عزیز من هستی، از تو بسیار خوشنودم. این برای خداست. از این پس باید از او پیروی کنید. کلام خدا باید انجام شود. باید به او افزوده شود. و از من کاسته گردد. اندکی پس از این ملاقات یحیای تعمید دهنده بهای سنگینی به خاطر عقیده خود پرداخت و هیرودیس سرش را از تن جدا کرد. سپس عیسی برای دعا به بیابان رفت و 40 شبانه روز در روزه و دعا بود. عیسی در اطاعت خداوند به کنیسه‌ای در ناصره آمد، جایی که او در آنجا بزرگ شده بود و در مقابل نگاه‌های متعجب او قسمتی از پیشگویی اشعیای نبی را قرائت کرد. روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرده، مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را رستگار، کوران را بینا و کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد. انجام پیشگویی تنها به وسیله آمدن مسیحا تحقق می‌پذیرد. اینک ملکوت خداوند نزدیک است، ولی آنطور نیست که انسانها بتوانند ببینند. این پسر نجار ناصری ادعا می‌کند که نبی است. هیچ نبی در وطن خیش مقبول نیست. تو خانه خدا را ملوث می‌کنی. خوشا به حال کسی که بتواند مرا بپذیرد. من نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل کنم، بلکه تا تمام کنم. استاد من آندریاس هستم. این هم پتروسه. یحیای تعمید دهنده گفت به دنبال شما بیایید. میخوایم شما رو خدمت کنیم. اهل کجایید؟ کفرناهم. ما ماهیگیریم. بیایید. من شما را صیاد جانها میکنم. پرندگان آسمان را بنگرید. نه میکارند، نه درو میکنند، نه در انبارها ذخیره میکنند، اما پدر آسمانی شما آنها را میپروراند. او میداند شما به چه چیزهای احتیاج دارید. اول ملکوت خدا را بطلبید که این همه برایتان مزید خواهد شد. شما نور عالمید. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر پیمانه پنهان کند، بلکه برای روشنایی آن را بر چراغدان می‌گذارد. همچنین بگذارید
نور شما بر مردم بتابد. خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. عیسی به میان انسانها آمد تا به آنها امید بخشد و راه نیکوی زندگی را تعلیم دهد. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. او به کوران بینایی بخشید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. او بیماران را شفا داد. به من کمک کنید. ای پدر آسمانی، از تو میخواهم که این مرد را شفا ببخشی. چون با خلوص نزد خداوند آمدی، شفا یافتی. او مردگان را زنده کرد. خداوندا، اگر اینجا بودی برادر من نمی‌مرد. من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. سنگ را بردارید. ایلازر، بیرون بیا. او مسیح است. چه کسی جز او میتواند مرده ای را زنده کند؟ تو باید به قیافه بگویی. بله، اما کی ایمان میآورد؟ من خودم مردن ایلازر را دیدم. باید به قیافه خبر داد. خیلی زود خبر معجزات عیسی در همه جا منتشر شد و محبوبیت او افزایش یافت. شنیدید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را نیز محبت نمایید.
و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، زیرا پدر آسمانی شما آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر عادلان و ظالمان یکسان میباراند. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. عیسی در طی رسالتش برای موعظه ملکوت خدا از شهری به شهر دیگر میرفت. در یکی از این سفرها بود که او زن مطرودی به نام مریم مجدلیه را ملاقات کرد. این ملاقات موجب دگرگونی نحوه زندگی آن زن شد. داره میاد، عیسی داره میاد، داره میاد، عیسی ناصری، عجله کنید. خواهش میکنم. اون کجا؟ فکر میکنی اون فیلم مثل تو رو شفا میده؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. گناه خودش باعث شد کور شود یا والدینش؟ نه به خاطر گناهان خودش و نه والدینش، بلکه به خاطر اینکه اعمال خدا در وی ظاهر شود. عیسی پسر داوود به من رحم کن. من کور به دنیا اومدم. میبینی قیافه؟ او باز مردم را به دور خود جمع میکند. خیلی ها فکر میکنند او مسیح است. هر کس که او را پیروی میکند از معبد اخراج میشود. برو در حوض سیلوها چشمانت رو بشوی. مادر میتونم ببینم. میتونم ببینم. آوازه عیسی در همه جا پیچید و تعلیمات او به وسیله پیروانش تکرار میشد و قوت شفابخشش بسیاری را متقاعد کرد که او مسیح است. حواریون با دیدن معجزات عیسی خیلی زود به اقتدار او بر عناصر طبیعت پی بردند. استاد ما دریا غرق میشویم. پتروس، یعقوب و یوحنای رسول از حواریون برجسته عیسی بودند و او اغلب وقتی برای دعا به تپه‌های اطراف می‌رفت، آنها را به همراه خود می‌برد. با افزایش شهرت عیسی، هیرودیس انتیپاس از محبوبیت عیسی به عنوان مسیح نگران می‌شد. سرور من،
اینو با چشم خودم دیدم. حقوق بازی، شیادی، معجزه های ساختگی، در این مورد هیچ شکی ندارم. بله سرور من، همینطوره. من احمق نیستم. من یک کافرم مثل تو. آدم باید دیوانه باشد تا معجزات این خدای یهودی را باور کند. با این وجود عده‌ای میگویند که این عیسی یحیی است که از مردگان زنده شده و به او مسیح هم میگویند. حتی کاهنان معبد از او میترسند. هفته پیش قیافا رئیس کاهنان خواست تا به خاطر کفرگویی دستگیرش کنم. ولی آنها در جلیل هیچ قدرتی ندارند. آنها باید در یهودیه دستگیرش کنند. بگذار پونتیوس پیلاتوس مصلوبش کند. پیلاتوس هرگز عیسی را نمی کشد، چون او از کاهنان متنفره. خیانت چی؟ درست است که بعضی از غیوران یهود هم در بین پیروان او هستند؟ بله همینطوره. امروز آنها با او در معبد بلوا به پا کردند. خوبه. این شورش بر علیه روم است. پس او رو به این اتهام دستگیر کنم؟ نه هنوز نه. بهتر خود قیافا این کار را بکند. او از هر عملی در مورد عیسی حمایت می کند. بله همه رو متقاعد کرده. بله درسته. خب موضع ما چیست؟ ما باید بر علیهش اقدام کنیم. بله درسته. این عیسی ناصری که چنین معجزاتی می کند همه را متقاعد کرده که مسیح است. اگر بگذاریم این مرد ادامه دهد به زودی همه او را پیروی می کنند و قیصر فکر می کند ما هم با او همدستیم و همه به خیانت متهم می شویم. رومی ها معبد رو خراب و ما را کافر می کنند، همانطور که با اقوام دیگر این کار را کردند. راه دیگری هم وجود دارد. بگذارید این خود مسیحا شده به جای مردم بمیرد. نه قیافا نه. چرا باید تمام قوم یهود هلاک شوند؟ قوم هلاک نمی شود. به من گوش کنید. من این مرد را می شناسم. نباید به او صدمه ای رساند. نه به نظر من باید بمیرد. او کافر است. من به خاطر یک نفر تمامی قوم را به خطر نمی اندازم. او اطمینان داده که در عید فسح به اورشلیم می آید. ما مواظب خواهیم بود و در موقعی مناسب نقشه خود را عملی می کنیم. بله. مردم اورشلیم در حالی که تقریبا متقاعد شده بودند که او همان مسیح موعود است که آنها را از سلطه رومی آزاد می کند، با شنیدن خبر ورود عیسی به استقبال او آمدند. سخنان عیسی در هنگام ورودش به معبد، هنگامی که دید آنجا تبدیل به بازار شده، موجب حیرت پیروانش شد. مگر مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امتها خواهد بود؟ اما آنها آن را مغاره دزدان ساختند. بپرهیزید از اینها که عدالت و رحمت مرا ترک کردند. آنها پسنداز بیوه زنان را میبلند و نماز را به ریاکاری طول میدهند. از کاتبانی که خرامیدن در لباس دراز را میپسندند بپرهیزید. آنها بالا نشستن در ضیافتها را دوست می‌دارند چون ریاکارند. مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت.
زیرا نزد فرستنده خود میروم. مردم به شدت متعجب شده بودند، زیرا به جای اینکه عیسی آنها را از دست رومی ها نجات دهد، کاهن اعظم را محکوم کرد. بدین ترتیب ایمان بسیاری در مورد مسیح بودن او متزلزل شد و قیافا و سایر کاهنان از این فرصت استفاده کردند. در اولین شب عید فسح، در حالی که عیسی با حواریون بر سر سفره نشسته بودند، احساس ترس و تشویشی بین شاگردان موج می‌زد، زیرا آنها می‌دانستند که این عمل عیسی سرنوشتش را مشخص کرده. چیزی که آنها نمی‌دانستند این بود که از بین خودشان یک نفر آلت دست قیافا گشته و به طمع کمی پول حاضر شده تا به عیسی خیانت کند. اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم این فصل را با شما بخورم. اینان را بگیرید و میان خود تقسیم کنید. این جسد من است که برای شما داده می شود. این را به یاد من به جا آرید. این پیاله که برای شما ریخته می شود عهد جدید است در خون من. تو متبارک هستی ای خداوند، سلطان کائنات، که به ما از زمین نان دادی. برادران من، یک نفر از شما به من خیانت می کند. چه کسی ای خداوند؟ یکی از ما؟ ای خداوند، چه کسی؟ آن که با من دست در ظرف فرو برد. تصمیمت را زودتر انجام بده. اندکی بعد عیسی و حواریونش به باغی موسوم به جتسیمانی بر کوه زیتون رفتند. بیدار باشید و دعا کنید. ای پدر، اگر ممکن است این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو، بلکه به اراده تو.
پتروس. و یهودا با بوسه عیسی را به سربازان قیافا نشان داد. جرم این عیسی چیه که به خاطرش منو از خواب بیدار کردید؟ این مرد عقیده قوم ما را به خداوند و تمامی شریعت موسی تهدید می کند. این یک موضوع مذهبیه، به من ربطی نداره. خودتون طبق شریعتتون بهش رسیدگی کنید. طبق شریعت ما او باید اعدام شود، ولی به اجازه شما برای اعدام احتیاج داریم. اعدام؟ برای یک موضوع مذهبی؟ نه. پیلاتوس، اگر او گناهکار نبود مزاحم شما نمی‌شدیم. او به مردم میگوید مالیات به قیصر ندهند و خود را مسیح میداند، یک پادشاه. پادشاه؟ بیارید این پادشاه رو. تو پادشاه یهودی؟ طبق سخن خودت. مگه من یهودیم؟ مردم خودت تو رو به من تسلیم کردن. اما تو خود مرا پادشاه خواندی. خب پس که هستی؟ به همین جهت متولد شدم و به این جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم. من در این شخص جرمی نمی بینم. اما این مرد برای حاکمیت روم خطرناک است. قیافا، من پیشنهاد می کنم که تصمیم گیری رو به نشانه شفقت روم به خود مردم واگذار کنیم. مگه این یک رسم نیست که در عید فصح من یک نفر رو به درخواست مردم آزاد می کنم؟ بله. فکر می کنم که یکی از این آدمکش ها محکوم به مرگ شده. باراباس، درسته. خیلی خوب. حق انتخاب رو به اونها میدیم. مسیح یا یک قاتل؟ تصمیمم تصمیم اونها خواهد بود، نه من. بیارید این باراباس رو. پیروان عیسی با شنیدن دستور پیلاتوس با شتاب به سوی معبد رفتند، ولی قیافا به کاهنانش دستور داد تا معبد را از هواداران خودشان پر سازند. بدین ترتیب او می‌خواست از محکوم شدن عیسی مطمئن شود. ما تصمیم گرفتیم به افتخار شما برگزار کنندگان فصح یکی از این دو زندانی را به نشانه شفقت روم آزاد کنیم و انتخاب آن با شماست. عیسی پادشاه یهود. او گفته که معبد را خراب می کند. یا باراباس متهم به قتل. این خون به گردن شماست. من از خون این مرد بری هستم.
علیرغم اینکه رومی ها علاقه‌ای به مصلوب شدن مسیح نداشتند، ولی سربازان سخت‌ترین شکنجه ها را در مورد مسیح اعمال کردند. آنها بر سر او تاج خار گذاشتند، با شلاق او را به شدت تازیانه زدند و بعد در کوچه های اورشلیم گرداندند. مصلوب شدن مجازات معمول آن دوره بود و در آن جمعه تاریک 2 دزد نیز قرار بود در کنار مسیح مصلوب شوند. بلند شو. ای تو بهش کمک کن. زود باشین، بلند شین. بلند شو، بلند شو. راهو باز کنین، برین کنار. بلند شو، یالا. معمولاً مصلوب شدگان با طناب به صلیب بسته می شدند، یعنی حالتی که دزدان کنار مسیح داشتند. اما آنها مسیح را با فرو کردن میخ در بدنش به صلیب آویزان کردند تا پادشاه یهودیان را بیشتر خوار کنند. در ساعت 9 صبح روز جمعه، یعنی روز دوم عید فسح، عیسی مصلوب شد. دیگران را نجات میداد، حالا چرا خودش را نجات نمیدهد؟ پادشاه یهودیان، اگر تو پسر خدا هستی به ما نشان بده. از صلیب بیا پایین و همه ما به تو ایمان میآوریم. در هنگام ظهر خورشید با ابرها پوشیده شد و هوا تاریک گردید. نگاه کن. اگر تو مسیح هستی چرا خودت
و ما رو نجات نمیدهی؟ آیا تو از خدا نمیترسی؟ ما محکوم به مرگ شده ایم، اما او جرمی مرتکب نشده. عیسی، مرا در ملکوتت به یاد آور. امروز تو با من در فردوس خواهی بود. خواهش میکنم، ما فامیل او هستیم. ای زن، اینک پسر تو. من به اندازه کافی دیدم. پادشاه یهود، خدای من، خدای من، چرا منو ترک کردی؟ به دستهای تو ای پدر جان خود را می سپارم. باید مطمئن بشم مرده. تقریباً غروب شده بود که یوسف رامی با کفنی که مسیح باید در آن گذاشته میشد بازگشت، ولی طبق قوانین یهودیان کار کردن از غروب سبت تا غروب روز بعد ممنوع بود. پس یوسف وقت زیادی نداشت. وقتی که بدن مسیح را از صلیب پایین آوردن، فرصت برای شستن بدنش نبود. او را در مقبره‌ای که یوسف برای خود آماده کرده بود گذاشتند. آنگاه مراسم یهودیان در مورد جسد عیسی انجام شد و روی کفن و بدن عیسی روغن و مواد معطر ریختند و پارچه‌ای به دور صورت عیسی پیچیده شد. سپس تمام بدن با کفن پوشیده گردید.
و 3 روز بعد بزرگترین معجزه خلقت تحقق پذیرفت. کتاب مقدس میگوید عیسی پس از قیامش به حواریون ظاهر گشت. اولین بار در غروب همان یک شنبه به شاگردان ظاهر شد، ولی یکی از شاگردان به اسم توما در آنجا نبود. وقتی دیگران در مورد ملاقات با عیسی با او صحبت کردند، توما باور نکرد. 8 روز بعد عیسی دوباره بر آنها ظاهر شد و به تومای شکاک جای میخها را در بدنش نشان داد. همینطور جای نیزه را بر پهلویش. تو پس از دیدنم ایمان آوردی. خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان می آورند. داستان عیسی بر اساس انجیل. آیا شواهد برای رد اسطوره، قصه و افسانه نبودن وجود عیسی واقعا کافی است؟ به نظر می رسد که در این مورد تقریبا شواهد کافی و روشنی وجود دارد. اما مصلوب شدنش چه؟ آیا هیچ دلیل فیزیکی برای اثبات قیام عیسی وجود دارد؟ آیا او بر روی صلیب مرد؟ آیا نیزه را در قلب او فرو کردند؟ آیا مدارک قابل مشاهده‌ای در رابطه با موضوع قیامتش وجود دارد؟ شاید پاسخ به این سوالها برای همیشه در تاریخ مسکوت می‌ماند اگر معجزه‌ای رخ نمی‌داد. یعنی کشف کفن عیسی مسیح. داستان جدید کفن عیسی از اتاق تاریکخانه کوچک سکندوپیا، یک عکاس متبحر که شغل اصلیش وکالت بود، آغاز می شود. او از طرف کلیسا دعوت شد تا برای اولین بار از کفن مقدس عکس بگیرد. تصویری که او از این کفن گرفت عجیبترین و پیچیده‌ترین تصویر در تاریخ عکاسی بود. در این تصویر بی‌نظیر خطوط عکس به عوض اینکه به طور معمول در حالت نگاتیو یا رابطه معکوس بین نقاط تاریک و روشن تصویر واقعی و فیلم باشد، در حالت پوزیتیو یا رابطه مستقیم بود. بدین معنی که خطوط تصویر روی کفن دارای کیفیت نگاتیوی عکاسی بود. اما آیا این تصویر که 80 سال قبل گرفته شده واقعا تصویر عیسی مسیح است؟ یا تنها حقه بچگانه است؟ پس باید به گذشته بازگردیم و سرگذشت این کفن را در تاریخ جستجو کنیم. مدارکی نشان می‌دهد که در حدود سال 30 میلادی کفن مقدس که بر روی آن تصویری که گفته میشد تصویر مسیح است بود، در اودسای ترکیه کشف شد و به خاطر بی‌نظیر بودنش مندولیا نام گرفت. با گسترش مسیحیت و جفاهای مذهبی، پدران کلیسا در مورد از بین رفتن کفن مقدس نگران شدند. پس آن را در دیوار شهر پنهان کردند. سپس در سال 525 سیل سهمگینی منطقه اودسا را فرا گرفت. بعد از مدتی گروهی برای تعمیر دیوار شهر از قسطنطنیه به آنجا آمدند.
و در این موقع کفن مقدس کشف شد. سپس ماندولیا به قسطنطنیه منتقل شده و گاهی به نمایش گذاشته میشد. مورخین معتقدند که در این دوره بود که این کفن به عنوان کفن عیسی مورد توجه قرار گرفت. این کفن تا شروع یکی از خونین‌ترین دوران تاریخ در قسطنطنیه باقی ماند. در قرن 11 مسیحیان برای فتح سرزمین مقدس بر علیه مسلمانان لشکرکشی کردند. این نبرد به جنگ‌های صلیبی معروف است. در سال 1204 قسطنطنیه تسخیر شد. به نظر می‌رسد برای اولین بار در این زمان اروپاییان کفن مقدس را دیدند و آن را با خود به اروپا آوردند و در آنجا به مالکیت خانواده دیترنی درآمد و در سال 1357 نیز برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته شد. اولین مدرک رسمی در مورد این کفن به سال 1398 باز می‌گردد، وقتی یک اسقف فرانسوی در این مورد به پاپ کلمنت هفتم شکایت کرد. در آن موقع این کفن در رلیه فرانسه مورد بازدید عمومی قرار می‌گرفت. از زمان گسترش مسیحیت بارها موارد تقلبی به عموم عرضه شد، مسئله‌ای که در قرون وسطی بسیار تشدید گردید. با داشتن این زمینه، این اسقف اعلام کرد که این کفن فاقد اصالت میباشد. با این وجود کفن مقدس در سال 1452 میلادی به دوک شهر فروخته شد و در 11 ژوئن 1502 به صومعه شمپن مقدس در شامره منتقل گشت. اما در سال 1532 حریقی رخ داد که نزدیک بود بر اثر آن کفن مقدس از بین برود. زود باشین، آب بیارین. به طرز معجزه‌آسایی کفن از نابودی نجات یافت، اما نقره‌های مذاب صندوقی که کفن را در آن نگهداری می‌کردند حاشیه پارچه آن را سوزاند که بعداً توسط راهبه‌ها دوخته شد. در سال 1578 کفن مقدس به تورین ایتالیا منتقل شد و بعداً در مرقد مخصوصی که توسط دورینو گورینی در کلیسای یحیای تعمید دهنده ساخته شده بود قرار گرفت که تا امروز نیز در همان محل باقی است. کفن مقدس به طور مرتب در طی سالها به نمایش درآمده. در سال 1978 بیش از 3 میلیون نفر برای دیدن این شیء گرانبها به تورین و این کلیسا آمدند. آنچه که آنها دیدند پارچه نخی بود به طول 4 و عرض 1 متر. بر روی این پارچه خطوط 2 تصویر قرینه که شکل انسانی را به وجود می آوردند دیده می شود، به طوری که آثار بدن یک انسان کاملا قابل دیدن است. با بیشتر نزدیک شدن به کفن باور کردن توضیحات مشکل تر می شود. قسمت‌های سیاه که نتیجه سوختگی سال 1532 میباشد، سایه‌های کمرنگ ظریفی را در بر میگیرد که به روشنی تصویر انسانی را تشکیل میدهند. آیا این اثر حیرت‌آور اصالت دارد؟ یا تنها حقه‌ای بزرگ برای فریب کسانی است که کورکورانه ایمان می‌آورند؟ دقیقاً چگونه این تصویر نگاتیو عجیب شکل گرفت و به وجود آمد؟ پس به دیدن چی در گرایش فیزیک رفتیم. ری راجرز، از لس آلاموس نیومکزیکو. در اکتبر سال 1978 به یک تیم از دانشمندان آمریکایی اجازه داده شد تا برای 5 روز روی کفن تورین مطالعه کنند. طبق روش‌های علمی کلاسیک برای کشف چگونگی وقوع چیزی باید فرضیه‌های مختلفی را بررسی کرد و بعد این فرضیه‌ها را مورد آزمایش و مشاهده قرار داد. با توجه به این اصول قبل از مشاهده کفن میتوان نکات بسیاری را در مورد آن دریافت. 4 فرضیه اصلی در مورد ظهور این تصویر روی کفن وجود داره. اولین فرضیه که توسط اسقف هنرین در قرن 14 مطرح شده میگوید این تصویر تنها یک نقاشی است. دومین فرضیه میگوید تماس این کفن با یک بدن یا مجسمه که به دور آن پیچیده شده بود علت وجود این تصویر است. سومین فرضیه تأثیر بخارات و ترشحات بدن در حال فساد می باشد که توسط کفن جذب شده. و چهارمین فرضیه می گوید که پدیده‌ای مثل سوختن یا حرارت شدید منشأ این تصویره. حالا می توان فرضیه ها را یک به یک مورد مشاهده قرار داد. در مورد فرضیه نقاشی بودن می‌بینیم که آتش سوزی سال 1532 نتوانست در رنگ و چگالی تصویر در قسمتی که سوخته تغییری ایجاد بکند. در حالی که حتی برای خاموش کردن این آتش سوزی روی کفن آب ریخته شد
و آب در پارچه کاملا نفوذ کرد، ولی هیچ قسمتی از تصویر به همراه آب حرکت نکرد. از نظر علم شیمی ثابت می شود که نمیتوان تصور کرد که هیچ نوع رنگ یا مواد محلول و یا وسایلی که تا سال 1350 موجود بوده و می توانست توسط اشخاص شیاد مورد استفاده قرار بگیرد در ایجاد این تصویر به کار رفته باشد و این نکات به صراحت هر نوع احتمال در مورد نقاشی بودن کفن رو رد میکنه. تا اونجایی که به فرضیه دوم یعنی بخارات به عنوان علت ایجاد تصاویر مربوطه، در اینجا مشاهده میشه که تصویر نتیجه تعداد زیادی نقطه های رنگی کوچک مجزا هست که به هم متصل نیستند. اگر مواد در پارچه نفوذ میکرد یا از روزنه های پوستی به آن تراوش میکرد، رنگ ها به هم پیوسته میشدند و نقطه ها به هم دیگر متصل میگردید، ولی وضعیت این گونه نیست. در کمال تعجب باید گفت تنها فرضیه‌ای که باقی میماند که از همه محتمل‌تر نیز میباشد مربوط به پدیده‌ای شبیه به سوختگی یا فعل و انفعال حرارتی میباشد. ری راجرز به ما گفت به نظر او این تصویر نتیجه یک فعل و انفعال حرارتی میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به دیدن نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی جفری اش رفتیم. چیزی که ما میتوانیم بگوییم این است که اتفاق یک پدیده مافوق طبیعی بر بدن مسیح میتواند علت به وجود آمدن این تصویر باشد. آزاد شدن انفجاری از تشعشعات موجب باقی گذاشتن جای سوختگی روی پارچه شده و البته چنین واقعی در شرایط معمولی برای بدن انسان رخ نمیدهد. اما طبق اعتقادات مسیحیان واقعی مافوق طبیعی برای بدن مسیح رخ داده که البته ما دقیقا نمیتوانیم بفهمیم در موقع قیام مسیح چه شده و شاید آن دگرگونی معجزه آسا همراه با انفجار تشعشعاتی بوده که آثار روی کفن را موجب شده. این موضوعی است که دانشمندان باید در مقابل آن سکوت کنند و بر اساس آزمایشات هم فکر میکنم تنها میتوان این توضیح را داد که این پارچه به دور جسدی که اتفاقی مافوق طبیعی بر آن افتاده پیچیده شده. پس طبق گفته آقای اش رستاخیز مسیح میتواند توضیح منطقی برای ایجاد این تصویر باشد. ولی آیا این کفنی است که مسیح را در آن پیچیدند با توجه به اینکه در آن دور هزاران نفر در اطراف اورشلیم مصلوب شدند؟ آیا میتوان ثابت کرد که این تصویر مسیح است؟ ما به اسکاتلند یارد رفتیم و با پروفسور جیمز کنن یک آسیب شناس غذایی مصاحبه کردیم. او اطلاعات جامعش در مورد بدن انسان را برای تشخیص اجساد و کمک به کاراگاهان در کشف جرایم به کار میبرد. پروفسور، شما گفتید روی کفن آثار مستندی از زخم‌های شلاق وجود دارد. آیا میتوانید توضیح دهید؟ همونطور که میدونید برای شلاق زدن یک رومی از چوب و یا ترک استفاده میشد. برای کسانی که رومی نبودند فقط حدود 40 ضربه، ولی به یهودیان حدود 120 ضربه یا بیشتر زده میشد. روی این کفن به طور مشخص اثر زخم 120 ضربه به جا مونده. پس ما میتوانیم مطمئن باشیم شخصی که در این کفن قرار داده شده بود حتما یهودی بوده. پروفسور کنن، چه علائم شناسایی دیگری یافته اید؟ همینطوره. شما میتونید جای زخم‌هایی رو روی سر ببینید. این قسمت که ناشی از زخم تاج خاره که کاملا با اطلاعات انجیل هماهنگی داره، مخصوصا اینکه بر سر عیسی به عنوان پادشاه یهودیان تاج خار گذاشتند. بله، لخته‌های خون به روشنی روی پیشانی دیده می‌شود. شواهدی دیگری که با انجیل هماهنگ باشد وجود دارد؟ در آن دوره این خیلی طبیعی بود که کسی که قرار بود مصلوب بشه صلیب خودش رو تا محل مجازات حمل کنه و معمولا سربازان شخص رو هل میدادند که در نتیجه به طور طبیعی شخص بیشتر روی زانوی چپ و پیشانی چپ به زمین میخورد و بسیار عجیبه که میتوان آثار زخم روی سمت چپ پیشانی و جای ورم در گونه چپ و کبودی در سمت راست لب بالایی و زخم روی زانوی چپ رو به وضوح روی کفن دید. بله پروفسور کنه، این موارد با اطلاعاتی که انجیل میدهد کاملا مطابقت دارد. به خصوص اینکه سربازان یک قیروانی به اسم شمعون را مجبور کردند صلیب او را تا جلجتا حمل کنند.
ولی آیا شواهدی دقیقاً در رابطه با مصلوب شدن وجود دارد؟ اگر کسی به اطلاعات انجیل توجه کنه متوجه میشه که در 100 سال اول میلادی به علت نبودن جای پا باید شخص رو از پنجه یا قوزک پا با میخ روی صلیب آویزان میکردند که در آثار به جا مانده به روی کفن کاملا مشخص است که از پنجه پا مصلوب شده. در مورد دستایش چه شواهدی روی کفن وجود دارد؟ در این مورد به خصوص برخلاف نحوه نمایش بسیاری از فیلم ها مچ دست سوراخ شده نه کف دست. البته باید در نظر گرفت در گذشته مچ دست نیز جزو دست محسوب می شد. اگر با فرو کردن میخ در کف دست ها شخص را به صلیب آویزان می کردند، فقط رباط های کوچک بین مفاصل انگشتان باید وزن شخص را تحمل می کرد که در نتیجه مفصل ها پاره می شدند چون قادر به تحمل وزن شخص نیستند. ولی اگر میخ در استخوان مچ و استخوان‌های مرکب مچ فرو رود تمام دست وزن شخص را تحمل می کند که به این ترتیب قطعاً او را از ناحیه مچ مصلوب کردند. پس در هر حال آثار تاج خار و زخم‌های ناشی از حمل صلیب و سوراخ دست و پا تمام اینها نشان می‌دهد شخصی که در این کفن قرار داده شده بود دارای نکات مشترک فوق‌العاده عجیبی با عیسی است. پروفسور کنن، آیا شما فکر می‌کنید این کفن معتبر است؟ من به هیچ وجه نمیتونم باور کنم که در حدود سالی که این کفن پیدا شد، یعنی ابتدای قرن 14، هیچ شیادی میتونست بدون استفاده از علم کالبدشناسی و تکنیک‌های مدرن و پیشرفته رنگامیزی آثار یک جسد رو روی این کفن به طور جعلی ایجاد کنه که تا امروز هم باقی بمونه. پس در میابیم که از نظر علمی این کفن مربوط به قرن اول و معتبر است. میدانیم که تصویر روی کفن نتیجه یک انفجار پر انرژی می باشد که منبع آن میتواند رستاخیز باشد. تا اینجا ما دلایل مستندی را بررسی کردیم که نشان میدهد تصویری که روی کفن وجود دارد از هر نظر با وقایع زندگی عیسی بر اساس انجیل مطابقت دارد. علوم نوین به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم تصویر واضح‌تری از صورت عیسی به دست آوریم. در سال 1976 با استفاده از تکنیک تقویت خطوط تصویری کامپیوتر، دو دانشمند به اسامی جکسن و جافر کشف کردند که چگالی خطوط تصویر با زیاد شدن فاصله بدن از کفن کمتر می‌شود. این نتیجه آزمایش آنها میباشد: طرح سه‌بعدی بدن بر روی کفن و این طرح سه‌بعدی صورت بر روی کفن میباشد که توسط عکاس بریتانیایی لیو والا تهیه شده و از ترکیب اینها میتوان تصویر بسیار دقیقی از صاحب کفن ارائه کرد، تصویری که بسیاری معتقدند متعلق به عیسی است. کفن صومعه تورین در جستجویمان به دنبال عیسی تاریخی کمک بزرگی بوده و با پیشرفت علوم دنیای دانشمندان وعده اکتشافات بیشتری را از میان تار و پود این پارچه بی‌نظیر می‌دهند. اما کفن تنها دلیلی بر وجود عیسی تاریخی است. ما نباید جنبه‌های شخصیت خود این مرد را فراموش کنیم. ما تعالیمش را در دست داریم، به عظمت قدرت شفایش پی بردیم، حتی زنده کردن مردگان و بالاخره قربانی شدنش را به خاطر تمامی انسان‌ها. ولی ارزش شخصیت عیسی برتر از تمام این معجزات مافوق طبیعی می باشد. گفتار و کردار او نمونه‌ای برای میلیاردها نفر در طی 2000 سال بوده. تو پس از دیدنم ایمان آوردی. خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان می آورند.